به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به پایان نثار یکایک شما زبان آموزان گرامی، علاقمندان زبانهای خارجی. درسی 22 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. در درس گذشته در خاطر داشته باشید درباره present simple یعنی زمان حاضره ساده در زبان انگلیسی گفته گذشتیم و جانشین های I, you, we, they, he, she, it را به پررگی با همراهی تمرین هایش گفته گذشتیم و در این درس باشد یک کمی همون موضوع است، یک کمی تمرین کار میکنیم و موضوع درسی گذشته را در این درس به انجام میرسانیم. خب در اینجا میگوید all forms یعنی تمامی شکل ها، یعنی هم برای I, you, we, they و هم برای he, she, it. Look, read and write. نگاه کن، بخوان و بنویس. در اینجا زوی میگوید I like Saturdays. من روزهای شنبه رو دوست می‌دارم. I get up at 11 o'clock. من ساعت‌های 11 از خواب می‌خیزم. I don't go to school. من به مکتب نمی‌روم. خب در اینجا like, get up, go آماده است. رسم دوم رو نگاه کنیم. We play in the garden. ما در باغچه بازی میکنیم. We watch TV. We don't study for school. یعنی ما در باغچه بازی میکنیم و ما تلویزیون تماشا میکنیم و ما درس تیار نمیکنیم. رسم سه رو نگاه کنیم. میگه we go to the park. ما به باغ میرویم. Dave plays basketball. Dave بسکتبال بازی میکند. Brain rides his bike. و Brain دوچرخش رو سوار میشه، یعنی دوچرخه سواری میکند. خب در اینجا باشد میگوید do you like Saturdays کورکی؟ تو روزهای شنبه رو دوست می‌داری کورکی؟ کورکی در جواب میگوید yes I do but today is Friday. بله من روزهای شنبه رو دوست می‌دارم اما امروز جمعه هست. و دیگر زوی در تعجب می‌افتد. برای چی در تعجب می‌افتد؟ به خاطر روز جمعه شاید که به مکتب می‌روند و همین خاطر در تعجب افتید. و در اینجا یک گفتگوی خورد که هست، یعنی یک مکالمه، گفتگو یعنی دیالوگ. write do, does, don't or doesn't. میگه که doesn't یا اینکه don't یا does یا do رو نویسید. خب یکم رو نگاه کنیم. do you like ice cream؟ آیا تو یخماس رو دوست می‌داری؟ ویکی میگه در جواب زوی میگه yes I do. yes I do. اما در اینجا خب اول جمله رو خونیم. کارکی likes ice cream too. نه. Does کارکی like ice cream too؟ یعنی آیا توتی هم یخماس رو دوست می‌دارد؟ زوی میگه yes he does. yes he does. And he likes pizza but he doesn't like spinach. یعنی وای پیتزا رو دوست می‌دارد و اسفناج رو دوست نمی‌دارد. You and your friends come to the park every weekend. Do. در اینجا do میاریم. Do you and your friends come to the park every weekend؟ آیا هر روز یک شنبه، هر روزهای استراحتی weekend، روز یک شنبه و یک شنبه رو میگویم، یعنی آخر هفته می شود، یعنی روزهای استراحتی هم گویم، شاید خطا نکنیم. یعنی آیا تو با همراهی دوستانت هر روز شنبه و یک شنبه به باغ می آید؟ و زوی در جواب میگه yes we do. بله ما می آییم. Dave and I play basketball. Brain reads books. یعنی من با همراهی دیو
баскетбол бозӣ мекунам ва барои ин китоб мехонад. Do you play basketball at the weekend? Do you play basketball at the weekend? оё рӯзҳои шанбе ва якшанбе баскетбол бозӣ мекунед шумо? Вики мегӯяд no I don't, на бозӣ намекунам, but I play tennis every Saturday. Аммо ман ҳар рӯзи шанбе теннис бозӣ мекунам. Your mom and dad. Do your mom and dad play tennis? оё падару модари ту теннис бозӣ мекунанд? No, they don't. На бозӣ намекунанд. They don't like sport. онҳо варзишро дӯст намедоранд. хуб, тамрини дигар, тамрини нӯ. Read, choose and write, яъне бихон, интихоб кун ва навис. Watch, тамошо кардан. Have, доштан. Get up, хестан. Like, дӯст доштан. Go, рафтан. Play, бозӣ кардан. Listen, гӯш кардан. Do, анҷом додан. Don't like, дӯст надоштан. My Saturday, яъне рӯзи шанбеи ман. I get up at 10 o'clock. ман рӯзи шанбе соати 10 аз хоб мехезам. I have breakfast with my mom and dad and my brother Sab. яъне ман субҳона тановвул мекунам ҳамроҳи модарам ва ҳамроҳи бародарам Sab. After breakfast, my brother and I listen to music. The emperor kings. He likes the emperor kings, but I don't like them. یعنی میگوید وای emperor kings رو شاید کدام سراینده است، یعنی دوست می‌دارد اما من دوست نمی‌دارم. They are very bad. اونها خیلی بد هستند. In the afternoon, بعد از نصف روزی. afternoon نصف روزی میشود. In the afternoon یعنی بعد از نصف روزی. I go to the park. من به باغ میروم with my friends. با همراهی دوستانم. We play football or basketball. ما فوتبال بازی میکنیم یا اینکه بسکتبال بازی میکنیم. In the evening I watch DVDs. در شام یعنی بگاهی من DVD تماشا میکنم. My mother خب my brother does his homework. برادر من وظیفه خانگیش را تیار میکند. Write about your Saturday. درباره روز شنبه خودت بنویس. یعنی مثلا I get up at فلان فلان, after breakfast یعنی فلان فلان کارها را انجام میدم. In the afternoon فلان فلان, in the evening دیگر مثلا. تمرین 11. Look at exercise 10. نگاه کن به مشق 10 یعنی مشق 10 همین رو در نظر دارد. Ask and answer و سوال جواب کن. Do you get up at 7 o'clock? آیا تو ساعتی 7 از خواب میخیزی؟ No, I don't. I get up at 9 o'clock. نه، من ساعتی 9 از خواب میخیزم. What do you do after breakfast? بعد از صبحانه رو تناول کردن چیکار میکنی؟ I go swimming. من به شناواری میروم، یعنی به آبوزی میروم. Now swap roles یعنی الان تغییری نقش، یعنی نوبت رو تغییر مقصد. Tell the class about your partner. یعنی درباره رفیقت خبر ده. Tell the class به صنفت درباره رفیقت خبر ده. Rose gets up at 9 o'clock. یعنی روزا ساعتی 9 از خواب میخیزد. After breakfast she goes swimming. یعنی بعد از صبحانه رو تناول کردن وای به شناواری میرود، به آبوزی میرود. خب در اینجا موضوع دیگر آغاز می‌یابد. در اینجا موضوع درس امروزه و درس امروزه رو به انجام میرسانیم. یعنی این بود درس 22 اگر خطا نکنم، درس 22 تا درس های نوبتی. خداحافظ. درس 22 یعنی از کتابی New Grammar Time 1.